برای ساخت صفحه خودتون اول در گوگل سایت givepals.com رو سرچ میکنین. داخل سایت وارد میشید، آیتم کرم رنگ رو کلیک میکنید، آیتم نارنجی رنگ رو کلیک میکنید. اینجا لازمه که یه حسابی رو داخل ثبت نام انجام بدید. یکی از حسابمون رو میزنیم، بعد دوباره آیتم کرم رنگ رو انتخاب میکنیم، بعد آیتم نارنجی رنگ. اینجا ما میتونیم صفحه خودمون رو درست کنیم. علامت به علاوه رو میزنیم. اینجا مثلا به عنوان مثال مینویسیم مورد علاقه های تولد من. عکس هم میتونیم براش انتخاب کنیم و صفحمون رو ایجاد کنیم. بعد از این ما اینجا صفحمون تولید شده. میتونیم آیتمایی که دوست داریم رو از این سایت یا سایت های دیگه لینکش رو اینجا بذارید. به طور مثال در سایت دیجیکالا ما یک محصولی رو انتخاب میکنیم، هر محصولی که فکر میکنید که احتیاج دارید. به عنوان مثلا ما لینک این موبایل رو کپی میکنیم و در این سایت پیست میکنیم و این آیتم به صفحه مورد علاقه ما اضافه میشه. و همینطوری میتونید با افزودن کلیک آبی آیتم‌های دیگه‌تون رو انتخاب کنید و داخل این صفحه قرار بدید تا چند تا رو میتونید انجام بدید و از 3 نقطه بالا میتونید دکمه شیر رو بزنید، ویش لیست خودتون رو برای دوستانتون، گروه‌ها و یا بایو اینستاگرام قرار بدید.